گرچه کارت همین چند لحظه پیش تمام بود. تا مرگ فقط یک قدم فاصله داشتی. مرگ آمده بود پشت دلت تک تک میکرد. معطل بود که مورکه اجازه میدیم یا انگشت خود روی ماشه کی کش میکنی. ولی در این کشور پهناور ممکن است بعضی نفرها مثل تو باشه که خود زیا بدانن یا بنامن. یاران تو را به محاکمه به گلوله رساندم، ولی به حکم قاضی صاحب نماینده با صلاحیت امیر المؤمنین و به منظور ثبت در تاریخ تو را به محاکمه میکشم. قاضی صاحب محترم، اگر اجازه باشه ما سوالای خود را از این شخص که خودش زیا مینامند شروع کنیم. تو میفهمی برای چی محکمه میشوی؟ به خاطر در بند کشیدن مردم هایی که عاقل هستند، مختار هستند و بالغ هستند. تو به جرم کوشش برای نجات مردمی که با رغبت و رضا در حال خواب رفتن در تاریکی شب بودن محکمه میشی. حالا در حضور قاضی صاحب محترم حقایق را بیان کن. شب تاریک، دریا طوفانی و جنگل خاموش. لنگر کشتی گسسته بود و ناخدا خفته. شب و صداهای خواب آور جغدها جاذبه دارد. خواب لذت بخش است و لذت غفلت می‌آورد. فریب و نیرنگ از دروازه غفلت وارد می شود. این واقعیت است. واقعیت را بیان کن. این واقعیت است. تن را به تاریکی سپردن و جسم را در اعماق تاریکی رها کردن و شب مجال می دهد که انسان را در خواب ببرند و حتی با آمدن روز هم بیدار نشود. گفتم واقعیت را بیان کن. چقدر عجیب است زمان و چقدر عجیب است ماها. زمان دیگرگونه شد، ما را نیز دیگرگونه ساخت تا ما به نوبه خود او را دیگرگون بسازیم. او پیش پیش رفت و ما دنبالش کردیم. نور از رخش نقاب برداشت، ما در پرتو زیبایی چهره پرنورش غرق شدیم. تا دیروز ما از تاریخ خود می ترسیدیم، حتی می شرمیدیم، ولی امروز ما با تاریخ خود هستیم، با مقاصد و محاسن آن آشنا شدیم و به رمز و اسرار آن پی برده ایم. تا دیروز ما پت و پنهان می خزیدیم همچون سایه های موهومی که از وحشت شب و خوف روز به خود می لرزند. ولی امروز ما بی خوف به طرف قله های سر به فلک کشیده صعود می کنیم، آن جایی که طوفان ها درگذرند و جایی که رعد و برق متولد می گردند. این چی است که می گویید؟ حرفم را قطع نکن. تا دیروز ما نانی را می خوردیم که با خون ما خمیر شده بود و آبی را می نوشیدیم که از اشک ما سرچشمه گرفته بود. تا دیروز ما بازیچه دست قضا بودیم. تقدیر ما به قدرت شما رقم زده می شد و هر طوری که می خواستید با ما بازی می کردید. ولی امروز تقدیر قدرت آفرین شما در هم شکسته است. تقدیر ما به دست خود ماست. ما او را راهنمایی می کنیم و او شاد و خندان دنبال ما راه می افتد. تا دیروز ما در مقابل حاکمان شب انبردود می کردیم و در پیش خدایان شب قربانی ها می دادیم. ولی امروز ما برای خود انبردود می کنیم و در حضور خود قربانی می کنیم، برای اینکه خدای نور در سینه ما پرتو گرمش را گنجانیده است. این چی فضولیاتی است که یک شخص به زبان می آورد؟ ما نباید اجازه بدیم. او ما را مسخره میکنه. این باید آن چیز را بگوید که ما دستور بدهیم. ما دیگران زمان گذشته است. مهم نیست، بگذار واقعی رشته را بدهد. ما با تاختن بر قلب سیاهی آشناییم و میدانیم که چگونه با شب نبرد کنیم و بر گرده‌اش بنشینیم و از او سواری بگیریم، بی آنکه عنان اختیار خیش از دست بدهیم، بی آنکه در برابر شب سر تعظیم فرود آوریم.
این شرح واقعی نیست. مقدمه است. نیاز به مقدمه نیست. اصلی واقعی را بیان کن. اصلی واقعی را. تا دیروز ما در برابر پادشاهان تعظیم میکردیم، ولی امروز ما در برابر آنچه که حق است تعظیم میکنیم و در پرتو روشنایی جز از محبت فرمان برداری نمیکنیم. تا دیروز ما از پیامبران شب میترسیدیم و از خدایان شب میهراسیدیم، ولی امروز ما جز به خورشید نگاه نمیکنیم و با جز آهنگ دریا به صدای گوش فرا نمیدهیم و با جز با رقصیدن شراره آتش با کسی نمیرقصیم. تا دیروز ما با استخوان‌های خود برایتان تخت میساختیم و با خون خود برایتان شراب. شما مخمور از نیشه خون ما غافل بودید که ما جرقه های پوشیده در زیر خاکستر بود. امروز سرزمین کوهستانی ما هر نقطه اش آتش فشانی است که تخت و تاج شما حاکمان شب را به کام میکشد. قاضی صاحب محترم، این چگونه شرح واقعی است؟ این چگونه شرح واقعی است؟ من تابع خواست شما نیستم. اگر می بودم که محاکمه نمی شدم. چرا؟ هستید و تو؟ مهم نیست. بگذار. واقعی را شرح بدهد. ما وظیفه خود را انجام میدیم. ما سالیان درازی شبهای سرد را خواب بر چشم نداشتیم، برای اینکه توشک ما خاک بود و لحاف ما برد. ما از اینکه خود را گم کرده بودیم اشک می‌ریختیم و عذاب میکشیدیم، مثل رمه گوسفندانی که در انتظار نشسته بودند به خاطر که چوپانی نداشتند. در عالمی که افکار خود را با ناخنهای خود میخراشیدیم و احساسات خود را زیر دندانهای خود میجویدیم، باز هم گرسنه و تشنه بودیم. در فضای چشم دوخته بودیم که تاریک و خالی بود و بر آه و فریاد سکوت گوش فرا داده بودیم که جز مرگ ارمغانی نداشت. آن زمان گذشت مثل که گرگان از روی قبرستان گذشت. حالا ما نوری که داریم در پرتو و گرمای آن شبهای ما نورانی و گرم شده است. با خیال خود بیدار شده ایم و با فکر خود سخن میگوییم و با امیدهای خود هم آغوش شده زندگی میکنیم. نباید به این اجازه بدهیم که بیشتر از این یاوه‌سرایی کند. گفتم که حرفم را قطع نکن. مهم نیست. خوب، پیش برو. چهار طرف ما شعله های آتش در رقصند و ما آنها را با پنجه های مصمم خود رام میکنیم. در اطراف ما روح های نادیده دور میزنند، با آنها گفتگو میکنیم و احساس میکنیم که فرشته های بالزنان از کنار ما میگذرند. ما فرشته ها را با شوق قلب های خود شاد و مسرور میسازیم و با نغمه های دلانگیز روح خود آنها را مخمور میگردانیم. دیروز ما آن بود و امروز ما این است و این است خواست خدای نور برای فرزندانش. مقدمه گفتن را بس کن. ما کاری به این و آن تو نداریم. ما شرح واقعی را میخواهیم. شرح واقعی. حالا واقعی را شرح بده. سیاهی هر شب مردم محروم را به کام خود فرو می‌برد، چنان فاحشه هزار چهره‌ای که هر شب چند نفر را به آغوش می‌کشید و زندگی را به بند. با خود پیمان بستیم که از کار و زندگی خود بگذریم. چراغ به دست گرفتیم و بر قلب سیاهی یورش بردیم تا دیگر کسی از ما خود را به آغوش مرگ و خواب نیندازد و دل به سیاهی نبندد. اصلی گپ را بزن. شبهای متوالی سر تا سر کوچه ها، دره ها، قریه ها، خانه ها، قشلاق ها، شهرها را زیر پا گذاشتیم. نگذاشتیم کسی به خواب برود، کسی با شب هماغوش شود. هشدار دادیم که اگر به خواب رفتید تا سالهای سال از خواب بیدار نخواهید شد. هر تومه را که شب بلیده بود از کامش بیرون آوردیم. آنانی که اسیر بودن از پنجه هایش در آوردیم. حتی آنانی که خمار